شکست مذاکره و دردسر طالبان در بلخاب، جنگجویان طالب با زیردستان مولوی مهدی به گونه مختصر گلاویز شدند. ادامه فارسی ستیزی با پیش کشیدن پرچم دینی زبان فارسی این بار از دانشگاه‌های خصوصی هم حذف شد. مهمانان ناخوانده در خانه همسایه ایران شرایط جدید تمدید اقامت مهاجران را اعلام کرد. فراری رژیم طالبان اکنون شده عضو پارلمان بانوی افغانستانی الاصل به پارلمان استرالیا راه یافت و ادامه غم بیوطنی پناهجویان همزمان با روز جهانی پناهندگان در اندونزیا دست به اعتراض گسترده زدند. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 از آماج نیوز خوش آمدید. منابع طالبان در شمال افغانستان میگویند که مذاکره برای دستیابی به یک توافق با مولوی مهدی فرمانده هزارت تبارشان با شکست مواجه شده و پس از درگیری مختصری دیروز در ساحه قمکوتل اکنون حلقه محاصره بلخاب تنگتر شده است. در همین حال منابع محلی به آماج میگویند که طالبان به دنبال بسیج نیروهای بومی ازبک تبار در برابر مولوی مهدی اند و نمیخواهند از جنوب جنگجویان پشتون را به این منطقه بفرستند. اما این منابع می‌افزایند که طالبان از جنگیدن جنگجویان ازبک ناامید شده و اکنون به داعشیان درزاب و قشتیپه رو آوردند. داعشیان محلی ازبک تباری که به دلیل حساسیت در برابر مذهب شیعه آماده جنگ شدند، اما یک فرمانده نزدیک به مولوی مهدی که نمیخواهد نامی از او برده شود میگوید که طالبان در مذاکراتشان فقط یک خواست داشتند و آن هم تسلیمی بود. این منبع که اکنون در کنار مولوی مهدی در بلخاب است میگوید که در قاموسشان تسلیمی نیست و هر گونه پیامد پس از جنگ به دوش رهبران طالبان خواهد بود. در همین حال منابع مردمی در بلخاب وضعیت در این ولسوالی را فوق‌العاده دانسته و از جابجایی جنگجویان مولوی مهدی در نقاط حساس این ولسوالی خبر میدهند. آنها میگویند تمام آمادگی ها برای یک رویارویی نظامی گرفته شده است. بلخاب ولسوالی استراتژیک در ولایت شمالی سرپل است که طالبان در دور قبل حاکمیتشان نیز نتوانسته بودند آنجا را به گونه کامل تصرف کنند و اکنون نیز زیر اداره جنگجویان تحت فرمان مولوی مهدی است. طالبان با صدور مکتوبی به دانشگاه‌های خصوصی تعداد واحدهای ثقافت اسلامی را 3 برابر کردند. با این حال شماری از استادان ادبیات دانشگاه‌های خصوصی در کابل میگویند که دانشگاه‌های خصوصی به دلیل افزایش واحدهای ثقافت اسلامی مضمون ادبیات فارسی را از مواد درسی خود حذف و ثقافت را جایگزین آن کردند. یکی از استادان دانشگاه‌های خصوصی در کابل در صحبت با آماج این موضوع را تایید کرده است. این مکتوب افزایش واحدهای ثقافت اسلامی به تمام دانشگاه‌های خصوصی فرستاده شده است. از ادبیات فارسی از دانشگاه‌های خصوصی با واکنش‌های استادان دانشگاه، فعالان رسانه‌ای و کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است. صحرا کریمی رئیس پیشین افغان فیلم در پیوند به این موضوع در توییترش نگاشته است: بر فرض ادبیات دری فارسی را از دانشگاه حذف کردید. با فردوسی، مولانا، حافظ، سعدی، شاهنامه، گلستان، بوستان، بیدل، خیام، مثنوی معنوی چه خواهید کرد؟ آیا قدرت حذف اینها را دارید؟ معلوم دار که ندارید. اضافه کرده است که ادبیات زبان فارسی کهن و اصیل است. هر کسی و ناکسی توانایی حذفش را ندارد. از سوی هم امان ریاضت سخنگوی پیشین وزارت عدلیه در واکنش نگاشته است: فارسی از لوح دانشگاه‌ها برداشته شد. فارسی از مکتوب‌های اداری دور شد. فارسی از جمع مضمون‌های درسی دور شد. فارسی از لوح خوشامدید شهرها دور می شود. او افزوده است: با این همه آیا طالب یک لشکر قومی با روپوش اسلامی نیست؟ متاسفانه که است. آیا غیر از این می توانیم برداشت کنیم؟ همزمان با نزدیک شدن پایان مهلت ثبت نام مهاجران افغان، معاون وزارت داخله ایران گفت که تنها آن دسته از مهاجران اقامت موقت دریافت می توانند که حرفه‌شان مورد نیاز کشور است. و گفته مجید میر احمدی پس از ماهی میزان به کسانی که اجازه اقامت یافته یا رد شده اند اطلاع داده خواهد شد. بنا به آمار وزارت داخله ایران بیش از 2 میلیون مهاجر افغان در چارچوب طرح سرشماری پناهندگان افغان فاقد مدرک اقامت ثبت نام شدند. و گزارش خبرگزاری تلویزیونی دولتی ایران، میر احمدی گفت که پس از بررسی پیشینه مهاجران ثبت شده، اقامت کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، نخبگان علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی،
و نیز اقامت موقت کسانی که حرفهشان مورد نیاز کشور است از جمله کارگران تمدید خواهد شد. میر احمدی افزود که مهاجران با سوابق مجرمانه و گرایش‌های فکری و تکفیری و ضد اتحاد جهان اسلام اجازه اقامت در ایران را نخواهد داشت. با بدتر شدن وضعیت اقتصادی افغانستان، سازمان پناهندگان ملل متحد از تشدید مهاجرت افغانها به کشورهای همسایه خبر داده است. قیصر آفریدی، معاون این سازمان، روز یکشنبه به خبرگزاری آناتولی گفت بیش از 250,000 پناهجوی افغان در 10 ماه گذشته به پاکستان مهاجرت کردند. مهلت ثبت نام مهاجران افغان در ایران تا ختم ماه جوزا به پایان میرسد. معاون وزارت داخله ایران هشدار داد که پس از آن مهاجران ثبت نام نشده به سرعت از کشور اخراج خواهند شد. قبل از این اداره امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران اعلام کرده بود که به پناهندگان افغان مورد تایید برگه اقامت 6 ماهه داده خواهد شد و آنها تنها در چندین ولایتی که از سوی این وزارت تعیین شده اجازه بود و باش خواهند داشت. فاطمه پیمان، اولین بانوی با حجاب افغانستانی الاصل استرالیایی و عنوان سناتور وارد پارلمان استرالیا شد. از سوی هم رسانه‌های استرالیا گزارش دادند که فاطمه پیمان اولین زن مسلمان است که با حجاب اسلامی کرسی سنا را به دست آورده است. او نامزد حزب کارگر از شهر پرت بود. انتونی البانیزی، نخست وزیر استرالیا، با اعلام خبر پیروزیش راهیابی خانم پیمان را تبریک گفته است. خانم پیمان 27 ساله و متولد افغانستان است. او در سال 2003 به عنوان پناهنده در سن 8 سالگی به همراه مادر و 3 خواهر و برادرش وارد استرالیا شدند. پدر فاطمه پیمان در دور اول رژیم طالبان در سال 1999 به عنوان پناهنده با قایق وارد استرالیا شده بود. به مناسبت 20 ژوئن، روز جهانی پناهندگان، شماری از پناهجویان افغانستان در شهرهای مختلف اندونزیا در اعتراض به شرایط نامعلومشان تظاهرات کردند. این پناهجویان که سالهاست در اندونزیا در بلا تکلیفی به سر میبرند، خواهان انتقال به یکی از کشورهای مهاجرپذیر شدند. شمار زیادی از این پناهجویان حدود 10 دهه است که در اندونزیا منتظر اسکان مجدد در کشورهای استرالیا، آمریکا و کانادا اند. بر اساس گزارش‌ها در سالهای اخیر بعضی از پناهجویان در اعتراض به سرنوشت نامعلومشان دست به خودکشی زدند. تا هنوز اعتراض این پناهجویان به جای نرسیده و حتی تغییر شرایط افغانستان پس از سقوط این کشور به دست طالبان در ماه اگست سال گذشته تأثیری بر وضعیت پناهندگی این افراد نگذاشته است. با این حال بسیاری امیدوارند با روی کار آمدن حزب کارگر به رهبری انتونی البانیزی در استرالیا روند اسکان مجدد آنها در این کشور سرعت پیدا کند.